سلام. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا توی 3 ماه 3 تا ویزا توی قبرس عوض کردم و هر کدومشون چه داستانایی داشت، چه مشکلاتی داشت، چه خوبیایی داشت و اصلا چرا این کار کردم. با من همراه باشید. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که بهتون گفتم میخوام در مورد این 3 تا ویزایی که توی 3 ماه اول تجربه مهاجرت هم تو قبرس داشتم براتون بگم. اول از همه که من با ویزای توریستی وارد اینجا شدم، با اینکه تمام پروسه کارم و همه چی ویزای مهاجرت یعنی مهاجرت بود. اصلا قرار بود که بمونم، ولی دوستم بهم گفت که تو میتونی اول با ویزای توریستی 1 ماه بیای، بعد اینجا ببینی که اگر کار پیدا کردی ویزاتو تبدیل به کاری کنی، اگر نشد بری دانشگاه. حالا براتون تعریف کنم که چه داستانی پیش اومد. خلاصه دیگه من همون پروسه مهاجرت بود، یعنی گروه پارتی ها هم گرفته بودن، خانواده و دوستان کارامو انجام داده بودم، نمیدونم خدافظیامو کرده بودم، همه چی این بود. تا مدتی میخوام توی قبرس بمونم. ویزایی که به من دادن ویزای 1 ماه بود که الان شده ویزای 2 هفته. صحبتی که دارم بهتون میگم مال 1 سال و 8 9 ماه پیش میشه و الان دیگه اصولا توریستی ها رو 2 هفته میدن و خب سخت‌تر شده شرایطش. و وقتی که شما دارین بلیط میگیرین باید بلیط رفت و برگشت بگیرین. یعنی من میدونستم وقتی این کارو کنم یک طرف بلیطی که خریدم سوخت خواهد شد. خب ولی خب دیگه این راهی بود که انتخاب کردم، چون نمیخواستم اول ویزای دانشجویی بگیرم. حالا در مورد دانشگاه اینجا توی ویدیوهای بعدی کامل توضیح میدم. زیاد چیزی نبود که تو اهداف من باشه بابت حالا فضاهایی که هست دیگه. به خاطر همین گشتم دنبال کار. توی 2 هفته من تونستم یه کار پیدا کنم اینجا که کار تخصصی هم نبود، ولی یه کاری بود که طرف کارفرمای خانه بود. گفتش اوکی من برای تو ویزای کاری رد میکنم ولی هزینه هاش با خود. گفتم اوکی من این کارو مثلا این هزینه رو پرداخت کنم، بیمه و اون چیزایی که حتی کارفرما به در خودت انجام بده کارم بکن. گفتم اوکی. ولی ویزای کاری این شکلی که تو باید برگردی، حالا یا یعنی خروج بزنی، حالا یا ترکیه، ایران، هر جایی که بتونی بری بعد خروج بزنی. من که بلیط برگشت داشتم، گفتم باشه وقت تا سر 1 ماه که شد من بلیط برگشت دارم، میرم و بعد حالا پروسه کاریم طول میشه. و در واقع نامه ای که کارفرما میده به مثلا اداره کار و اینها، بعد کاراش انجام شه. تو اون موقع تقریبا 24 5 روز بود، الان خیلی طولانی تر شده. و بعد از اون با نامه اون شما می، یعنی مثلا کارتون که اوکی شد شما بلیت میگیرین، اینجا آفیسر نگاه میکنه و وارد میشین. خلاص من اومدم دیدم این خانومی که انقدر حالا مهربون، چقدر مرا سوغاتی آوردم ال کردم اینا، رفتار از این رو به این رو شده و اصلا یه چیزی که اصلا نمیتونم براتون توصیف کنم. مثلا یه روز خیلی خوبه، یه روز خیلی بد. اصلا یه چیزای خیلی خیلی بدی داشتم تجربه میکردم و از اون طرف واقعا احساس کردم که منطقی نیست با این داستان من اینجا بخوام بمونم، با این آدم بخوام کار کنم. من اومده بودم قبرس که یه فضای آروم رو تجربه کنم. اگه قرار باشه که یه آدمی صبح تا شب اینقدر اذیتم بخواد بکنه، برای چی این کارو بکنم؟ و از اون طرف هم احترامم برای من خیلی مهم بود که احترام شکسته نشه و حالا چیز نکنم. اینو میخوام بهتون بگم، زمانی که کسی برای شما ویزای کاری میگیره، این اختیار رو بهش میدین که هر جوری که میخواد باهاتون رفتار کنه. خب یعنی تو کشور دیگه من بچه‌ها شنیدم که این شکلیه و اصلا کلا رفتار کارفرما عوض میشه. چرا؟ چون شما بعد از ویزای کار باید یا برگردین یا دانشجو بشین یا ملک بخرین. خلاصه یه جوری انگار گرو دستشونه و بابت همین رفتار عجیب غریب ممکنه، یعنی آدمی که شریف باشه اینجوری رفتار میکنه. یه سری آدمایی که تازه به دوران رسیدن متاسفانه رفتار میکنن که اذیت کننده است. خب من هم ترجیح دادم که حالا درست اون اوایل مهاجرت آدم سختی ها رو میپذیره، خودشو انعطاف داره، وقف میده، همه اینا اوکی، ولی دیگه بیری بیشتر از اندازه. ما خیلی با احترام با هم نشستیم صحبت کردیم و این کار رو در واقع با احترام کنسل کردیم. بماند که حالا چه مسائلی بود نمیخوام وارد اون جزئیاتش بشم. خلاصه در نتیجه میخوام اینو بهتون بگم، کارفرما اجازه داره که هر جور دلش میخواد با شما رفتار کنه. در تمام دنیا هم این هست. درسته قوانین کار میگه نه، ولی مثلا میگم طرف انقدر زخم زبون بهتون میزنه، شما بری به اداره کار بگین صبح تا شب داره زخم زبون میزنه، صبح تا شب داره اذیت میکنه با حرفاش، با حسادتاش، نمیدونم با و کارهای دیگهش. و به خاطر همین
خب منطقی نیست. من چون خودم سالها مدیر استودیو بودم و خودم تجربه کارفرمایی داشتم، میگم نه، آدم که همه کارفرمایی که اینجوری نیستن، چون خودم سالها تو مدارس کار کردم، کارفرمایی بدم داشتم خوبم داشتم، همینجوری داشتم، ولی این دیگه خیلی عجیب بود. خلاصه پس این کنسل شد. دیگه چیکار کردم؟ اومدم ویزای دانشجویی گرفتم. ویزای دانشجویی گرفتم. اون موقع مبلغ میگم کمتر از 2 سال میشه، 1 سال خورده پیش 1000 یورو به عنوان ثبت نام دادم و این هزینه که بابت ثبت نام در واقع دانشگاه پرداخت کردم، ویزای دانشجویی برای من رد شد. که یه مشکلی که داشت اون موقع ویزای کار، وقتی شما ویزای کار کنسل میکنین، مال ما توافقی بود، ویزای کار کنسل میشه، حالا از طرف کارفرما یا حالا کسی که کارمنده و اینا میگن مثلا کارگر، این ویزا که کنسل میشه شما 40 روز وقت دارین که اینجا دنبال کار بگردین. به من اون تایم رو نگفته بودن که مثلا این 40 روزه و برای من خیلی لب مرز ثبت نامم با دانشگاه و اون پذیرشه بود و این خودش میگفتن امکان داشت مثلا اگر تو مثلا خروج میزدی یا حالا مثلا چی میشه، امکان داشت هر روزش جریمه باشه. به خاطر همین اگر ویزای کارتون مشکل دار مثلا اتمام پیدا میکنه، بپرسین از اداره کار چند روز بعدش شما فرصت دارین تو اون کشور اقامت داشته باشین، چون قوانین هم داره عوض میشه. اون موقع 40 روز بود، الان من نمیدونم چند روزه. حتما اینو بپرسین، خیلی مهمه. خدای نکرده براتون مشکلی پیش نیاد. خلاصه این تجربه این بود که تو 3 ماه ویزا توریستی، ویزای کاری و ویزای دانشجویی من اینجا تجربه کردم. ویزای دانشجویی بسیار راحت تر از بقیه است، به خاطر اینکه شما فقط یک تایم های رو باید به این دانشگاه حضور بزنید، مثلا چون بر اداره مهاجرت مهمه، اینجوری نیست که فقط مثلا چیز کنیم بگیم فالای برگه میگیرن. بعضی آموزشگاه اینا هم هستن، من خود دانشگاه ثبت نام کردم. اینا توجه بکنی، یه مثلا پایینتر می درس بخونین، اگه احساس میکنین مثلا چیز واحدهای کمتری رو بردارین و اینا، براتون ویزای راحت تری میشه. چون حالا ملک و اینا که در تخصص من نیست، بلدم نیستم که چه جوریه، تو اون فضاها نیستم، بالاخره اونم مسائل خاص خودش رو داره. ویزای کاری هم این شکلی، یعنی تو روزی کارفرما مثلا بخواد هر رفتاری بکنه، اینجوری بخواد از این رو به اون رو بشه و این کلافتون کنه، خب چه کاریه؟ خیلی راحت از اول با فضایی که در واقع آرامش دارین مهاجرتتون رو تجربه کنید. چون خود مهاجرت انقدر داستان داره، اذیت ها و حسای سخت داره که حداقل این براتون مرهم باشه. خیلی ممنون که تا اینجا همراهی کردین. ممنون میشم نظراتتون ببینید، تجرباتتون اگر تو در مورد ویزای توریستی، کاری و دانشجویی دارین برام کامنت کنین و این ویدیو رو با دوستاتون اگر شیر کنین ممنون میشم.